تصور کنید در جهانی زندگی می کنید که پر از قلعه‌های باشکوه، شوالیه‌های زره‌پوش، جنگ‌های خونین و سایه وحشتناک طاعون است. جایی که محاکم تفتیش عقاید، سحر و جادو را با آتش پاسخ می‌دهند و قوانین آنقدر خشن و بیرحمند که کوچکترین اشتباه می‌تواند به قیمت جانتان تمام شود. اما آیا قرون وسطی فقط تاریکی و خشونت بود؟ یا رازهایی در دل تاریخ پنهان شدند که کمتر کسی از آنها خبر دارد؟ در این ویدیو شما را به سفری پرهیجان در قلب دوران قرون وسطی میبرم، جایی که حقیقت از افسانه ها ترسناکتر است. پس کمربندها را ببندید و با من همراه شوید. بشریت پر از دوران‌های وحشتناک است، ولی هیچ کدام از نظر مدت زمان و اتفاقاتش مانند قرون وسطی تاریک و ترسناک نبوده است. این دوران با هجوم اقوام مهاجر از آسیای مرکزی به اروپا در سال 375 میلادی شروع و با فروپاشی امپراتوری روم در سال 476 میلادی رسما وارد عصر تاریکی شد و با سقوط شبکه‌های امنیتی، تجاری و اطلاعاتی روم، بشریت به صراحت در خلا قرار گرفته و هیولای دینی اروپا یعنی پاپ و کلیسا با سوء استفاده از باورهای مردم برای قرنها حاکمیت خود را تثبیت کردند. پاپ از روش‌های کنترل جمعیت حاکمان سابق بهره برده و با جهل مردم آنها را در ترس مطلق نگه داشته و اولین قدم در راه رسیدن به این هدف کنترل آموزش بود. پس از فروپاشی شبکه‌های مدارس دولتی روم، آموزش محدود به کلیساها و صومعه‌ها شد. تمامی کسانی که به کلیساها خدمت می‌کردند اجازه تحصیل داشتند، اما بر اساس برنامه درسی مندرآوردی که پاپ تعیین کرده بود، با سقوط اقتصاد مردم عادی دیگر توانایی حضور در مدارس را نداشتند، چرا که همه مجبور بودند برای بقا کار کنند. در نتیجه آموزش و سوادآموزی تقریباً از بین رفته بود و تنها افراد تحصیل کرده جامعه اعضای کلیساها و اشرافزادگان بودند و آنها نیز از این قدرت تماماً برای کنترل مردم استفاده می کردند و مردم جاهل همواره به برده تبدیل می شدند. این حقیقت را فراموش نکنید. تصور کنید کتابی به زبان عربی و یونانی وجود دارد که میگویند سخن خداست و تنها اعضای کلیسا قادر به خواندن آن هستند و اگر بخواهید آن را به زبان خود ترجمه کنید کافر و مردد هستید و آنها شما را خواهند کشت. سیستم بی‌نظیری به نظر می رسد. اینطور نیست؟ دقیقاً طی صدها سال فشار، فریبکاری و جهل مردم به طور کامل به باورهای خرافی روی آورده و بیخبر از علم به طور مطلق تحت کنترل کلیسا درآمدند. این گونه بود که سپیده‌دم عصر تاریکی به معنای واقعی کلمه طلوع کرد. در ساختار فئودالیک کنترل مطلق بر مردم داشت. لردها یا همان کدخداهای ما قدرتمندترین افراد آن منطقه شناخته شده و در ازای بخش عمده‌ای از زحمات مردم به ظاهر مسئول حفاظت از آنها و ایجاد زیرساخت‌های منطقه بودند. میوه‌ها، سبزیجات، حیوانات و حتی در دوران جنگ همسران یا پدرتان. چیزی که به نظر می رسید لردها صاحب همه چیز هستند. حتی همسر شما نیز شامل این دارایی ها بود. یکی از رقت‌انگیزترین رسوم این دوران حق ارباب یا به لاتین یوسی پریما نوکتیس بود. طبق این رسم لردها با یک مقام مذهبی قبل از اینکه یک زوج تازه ازدواج کرده شب اول را با هم بگذرانند، عروس را با خود برده و در روز بعد او را به داماد تحویل می دادند. این موضوع وحشتناک همچنان میان بسیاری از تاریخ‌شناسان بزرگ مورد بحث بود، چون بیشتر از یک قانون رسمی عرف به حساب می آمد. از این رو سندی مکتوب در خصوص آن وجود ندارد. با این حال شاعران، داستان نویسان و هنرمندانی مانند شکسپیر، آیزاک دیزرایلی بارها در آثار خود به این رسم تاریک اشاره کردند. حتی در دوران انقلاب فرانسه این داستانها برای شعله‌ورتر کردن خشم مردم علیه نظام سلطنتی بازگو می شدند. اگر تصور می کنید ظلم به زنان در قرون وسطی به همین جا ختم می شود، عجله نکنید، چون شکار جادوگران هنوز شروع نشده است. در هر جامعه‌ای
مادران اولین آموزگاران فرزندانشان هستند. هرچه مادر داناتر و باسوادتر باشد، انسانهای مفید و پرسشگرتری به جامعه تحویل خواهد داد. پس برای سرکوب هر جامعه‌ای ابتدا باید زنان آن را سرکوب کرد. باید هویتشان را از بین برده و آنها را در خانه‌هایشان محبوس کرد. متدی کاملا آشنا به نظر می رسد. بیایید به همان اروپای قرون وسطا برگردیم. در این دوران دسترسی زنان به آموزش تقریبا به طور کامل قطع شده و تنها زنانی که به عنوان راهبه خود را وقف مسیحیت می کردند از سوی کلیسا آموزش می دیدند. البته عده محدود زنان نیز به خود آموزی پرداخته و در زمینه‌های طب سنتی، گیاهشناسی، کیمیاگری و مامایی به مردم کمک می کردند تا زمانی که مردم به قدری دچار جهالت شدند که حتی از دانش محدود این زنان در آن دوران نیز ترسیدند. به ویژه پس از ویرانی‌های طاعون سیاه، ترس و جهل مردم به حدی رسید که حتی افراد کمی آگاهتر و باسوادتر از خودشان را خدمتگزار شیطان و ارواح پلید یا جادوگر می دیدند. و البته مانند همیشه اولین قربانیان زنان بیگناه بودند. زنان تحصیل کرده و کسانی که مردم را آموزش می دادند با تبلیغات کلیسا به عنوان جادوگران و افرادی که از نیروهای تاریک استفاده می کنند شناخته شدند. در سال 1484 با فرمان پاپ دوران شکار جادوگران آغاز شد و در سال 1486 با انتشار کتاب چکش جادوگران به اوج خود رسید و این زنان به طور گسترده با اتهاماتی مانند ایجاد بیماری و همکاری با شیطان در دادگاه‌های تفتیش عقاید محاکمه و اعدام می شدند. در محاکمه ها دنبال دلیل نگردید. عموماً شامل انداختن زنان به آب با سنگ‌های بسته به پاهایشان بود. اگر غرق می شدند بیگناه بودند، اما اگر به سطح آب برگشته یا به شکلی شنا می کردند آنها را جادوگر اعلام کرده و باز دوباره آنها را می کشتند. روش‌های دیگری هم برای محک زدن وجود داشت. از زنان می‌خواستند بخش‌های تصادفی از انجیل را از حفظ بخوانند و اگر اشتباه می‌کردند به عنوان خدمتگزار شیطان شناخته شده و کشته می‌شدند. پاپ تمام زنانی که خارج از کنترل کلیسا آموزش دیده بودند به عنوان هدف قرار داد. با این روش‌های وحشیانه زنان تحصیل کرده یکی پس از دیگری اعدام شده. در نهایت جامعه به جایی رسید که زنان به طور کامل خانه‌نشین و مطیع شدند. سرکوب افراد تحصیل کرده علم پزشکی را نیز به طور کامل از بین برده و جای خود را به طب دینی و خرافی داد. و این بود گوشه ای از واقعیت‌های عجیب و ترسناک قرون وسطا، دورانی که هم پر از شگفتی بود و هم وحشت. اما این فقط سطح ماجراست. هنوز رازهای زیادی در دل تاریخ پنهان شده که میتونیم با هم کشف کنیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید تا بفهمم که به این سبک محتوا علاقه دارید و اگه دوست دارید اولین نفری باشید که ویدیوهای جدید منو میبینید سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا هیچ ماجرای ترسناکی رو از دست ندید. منتظر نظراتتون هستم. شما دوست داشتید در قرون وسطا زندگی کنید؟ پایین برام بنویسید و تا ویدیوی بعدی زنده بمونید و تاریخ رو فراموش نکنید.